بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کدامین شب بود یارب که بینم خواب آزادی زی کوهی میهنی ما سر زند مهتاب آزادی. کدامین شب بود یارب که بینم خواب آزادی. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله ای 29 روز روزی را که ما و شما گرفتیم به دربار خود قبول بکنه و الله جل جلاله عبادت هایی که ما نتانستیم به شکل کاملش ادا بکنیم ولو که بسیار نواقص داشت لکن کلش به خاطر رضایت از او کردیم. الله جل جلاله مطابق اخلاص ما برای ما ثواب پاداش بده. برادرای محترم، در هفته گذشته بحث ما سر شناخت 4 دشمن اساسی که قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونا را معرفی کرده و دانستن دشمنی را که قرآن معرفی کرده به این علت است که انسان وقتی بفهمه دشمن خدا بشناسه در مقابلش آمادگی میگیره و اگر یک انسان فکران مسلمان باشه و دشمن اصلی خدا بشناسه که او را قرآن دشمن گفته، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دشمن گفته، بازو از این دشمنی های جاهلانه که احیانا دو برادر مسلمان از هم جدا میکنه و دو مسلمان در بین هم در اختلاف میپرته، از او افکار و اندیشه های شیطانی خودداری میکنه. یعنی دشمن است که قرآن او را معرفی کرده که این دشمن است و یکی هم دشمن است که او را شیطان بر انسان دشمن قرار داده. پس ضروری است که انسان چون مسلمان هست مطابق قرآن و سنت دشمن خدا بشناسه تا شیطان برش و کسی که دوستش است او را برش دشمن معرفی نکنه. در هفته گذشته خدمتتان عرض کردم که دشمن اول شیطان هست و وقتی از شیطان صحبت میشه منظورش تنها شیطان های جنی نیست. بسیاری کسا فکر میکنن که شیطان های جنی دشمن هستند، بلکه در قرآن عظیم الشان میگه که من الجنة و الناس، شیطان ها دو قسم است. یکی شیطان های جنی هستند که از طریق وسوسه شما را به گمراهی میکشنه و یکی شیطان های انسانی هستند که اونا به شکل فیزیکی شما را به گمراهی میکشنه. او تنها وسوسه میکنه. اگر یک بار اعوذ بالله بگویی شیطان های جنی از پیشت فرار میکنه. اما شیطان انسانی بسیار خطرناک است که
ای به شکل عملی در لباس دوست، در لباس رفیق، در لباس همسنگر، در لباس هموطن، در لباس ای که ما هم کلاس، هم وظیفه و هم رشته است داره به گمراهی میکشونه. و شیطانهای جنی و انسی این مثلا ما و شما در آخری روزهای رمضان قرار داریم. خب شیطانهای جنی بسته بودن و شیطانهای انسانی هم ضعیف شده بودن، نمیتونستن که همو برنامه ها و استراتژی که دارن او را در ماه مبارک رمضان به شکل کاملش تطبیق بکنن. از این خاطر اکثرا جوانان، اکثرا موسفیدان نماز میخواندن، عبادت میکردن، قرآن میخواندن، لکن اصل گپ سر از این هست که در روز عید وقتی که رمضان خلاص میشه پس شیطان های جنی حرکت میکنه. الله جل جلاله بر ما و شما میفهمانه که ماه مبارک رمضان به خاطر از این هست که شما تقوا حاصل بکنین که با این تقوا و اخلاصتان بعد از رمضان بتونین که شیطان هایی که آزاد میشن در مقابل از اینا مقاومت داشته باشین. اینال کسانی که در ماه مبارک رمضان درست خود اصلاح نکردن و در ماه مبارک رمضان پیش از ختمش با الله تعهد نکردن که یا الهی اگر تعهد کردین کمر شیطان هم اشکرانین و اگر تعهد نکردی مجرد که ماه مبارک رمضان ختم شد دوباره شیطانای انسانی و جنی باز در کار میشه. شیطانای جنی وسوسه میکنه و شیطانای انسانی در لباس رئیس تلویزیون، در لباس رئیس گست هاوس، در لباس سی دی فروش، در لباس کست فروش، در لباس برنامه ساز، همه از اینا پس در حرکت میان. همون رئیس تلویزیونی که در ماه مبارک رمضان قرآن نشر میکرد در جای قرآن او باز رقصهای برهنه را نشر میکنه. پس دوباره شیطانهای انسی و جنی در حرکت میشه. ایناله باز اینجا ببینه که بسیاری کسایی که در ماه مبارک رمضان در نماز جمعه، در نمازهای تراویح سهم داشت، باز شیطان گمراهش میکنه. از این خاطر شرط قبولی روزه ماه مبارک رمضان که انسان دلیلش که آیا روزه ما قبول شده یا نشده، یگانه علتش همی هست که اگر بعد از رمضان تانیستی مثل رمضان زندگی بکنی. خب در رمضان فرق بین زندگی یک مسلمان در رمضان و غیر رمضان فقط دمی هست که در ماه مبارک رمضان بعضی از چیزهای حلال برش حرام شده بود، لکن بعد از رمضان خوراک حلال پس برش حلال است، میتونه بخوره در روز و میتونه مثلا بنوشه و میتونه مثلا دیگر مسائلی که برش مشروع است ممنوع شده بود پس دوباره او چیزهای حلال خوده. اما حرام در رمضان و غیر رمضان کدام تفاوتی نداره. عبادت الله در رمضان هم 5 وقت نماز فرض است، در دیگه وقت هم فرض است. یعنی نیست که ما بگیم والا ماه مبارک رمضان اینال کسی که روزش قبول شده و تانسته بالای شیطان کامیاب شوه و ماه مبارک رمضان بر ازمی هست که انسان از داخل قوت پیدا میکنه، قوت ایمانی پیدا میکنه. در ماه مبارک رمضان ایمان انسان 100% میشه. چرا 100% میشه؟ به خاطر ازی که در ساعاتی که هیچ کس نمی باشه میتونه بخوره، میتونه بنوشه، میتونه هر کاری را بکنه، لکن به خاطر ترس الله این کارا را نمیکنه، پس معلوم میشه که ایمان ازی 100% شده. اخلاصش 100% شده به خاطر ازی که روزی خدا میتونست که در غیاب بشکنانه، لکن فقط چون به خاطر رضایت الله روزه گرفته بود، در حالاتی که کس نیست، با وجود از او که کس نیست هم روزه دار است. پس اخلاص 100% شد، ایمان 100% شد، عبادتش خوب شد. در ماه مبارک رمضان فهمید که اینی آیت قرآن است، اینی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و حتی چیزهایی را نمیفهمید. در ماه مبارک رمضان فهمید که والله اینی چیزی را که من فکر میکردم که سنت نیست، این سنت است. این چیزی را که من نمیفهمیم در دین نیست، در دین هست. پس فهم و دانش اسلامیش هم خوب شد.
تقوایش هم خوب شده در ماه مبارک رمضان. فیلم سیل نکرد، سریال سیل نکرد، گپای بیهوده نزد، زیاد خدا احتیاط کرد. پس این انسان در هر ساحه نمرش 100 شده. لکن آیا این نمرات 100 ازی برای یک ماه کافی هست برای کامیابی ازی؟ اینجا سوال است. یعنی اگر آل خو امتحانات چیز نیست، یک وقتی که ما در مکتب میخواندیم ماهانه امتحان میگرفتن، یک شاگرد در یک ماه 100 میگرفت، در ماه دیگه که تنبلی میکرد استاد 0 میدادش. پس آیا گرفتن 100 در یک ماه و 0 در 11 ماه دیگه سبب نجات میشه؟ با تصور بعضی کسایی که دین نمیفهمن فکر میکنن که والا ماه مبارک رمضان است، در این ماه عبادت بکو، در این ماه تقوا بکو، در این ماه نماز بخوان، در این ماه در جماعت برو، در این ماه ختم بکو و وقتی که خلاص شد رمضان باز دیگه کت کلش بای بای بکو. این فهم غلط است، یعنی فلسفی غلط است که بسیاری کسا متاسفانه در ماه مبارک رمضان نماز میخوانن، بعد از رمضان نماز خود ترک میکنن. پس آلی که امرای الله ارتباط گرفتی و توبه کردی و الله توبیت قبول کرد، چطور میفهمی که الله توبیت قبول کرده؟ تو را توفیق میده که بعد از رمضان در مسجد به نماز ترک نکنی، عبادت ترک نکنی، رابطه با قرآن ترک نکنی، رابطه با اسلام ترک نکنی، اخلاقت خراب نسازی، صداقت و راستی و اخلاصت پس پایین نبیاریم. و به این شکل است که انسان میتونه که نتیجه گیری درست و مثبت از رمضان بگیره که واقعا روزی ما نتیجه خوب داشته و ما تقوا حاصل کردیم. یکی از راههایی که انسان میتونه خود از دشمنای انسانی و جنی شیطان ها نجات بده همین است که شناخت از این هست که در هفته گذشته گفتیم که ما میتونیم که شیطان با 5 وسیله شکست بدیم. اولش قرآن عظیم الشان است. اگر کسی قرآن عظیم الشان بخونه، حداقل روزانه 1 آیت از این بخونه، لکن اصلا ما در افغانستان زیاد مشکلی که داشتیم و این است که همیشه مردم تشویق شدن به خواندن قرآن، اما به فهم معنای قرآن متاسفانه یا به تفاوتی بسیار زیاد است. مدام این مسجد بسیاری وقتا دیدیم که مولوی صاحب درس ترجمه قرآن میته و حتی خودم بسیاری وقتا روز اول که آمدم گفتم والا چقدر مسجد پر است، آدم میتونه داخل در ماه مبارک رمضان 100 آیاتی که بسیار مهم است برای یک مسلمان درس بده. دیدم که تا که ما کتاب میگیریم نصف مسجد صاحب رفته، ریش سفید هم در حرکت است و جوان هم در حرکت است، یک چند نفر میمانه. باز در دل ما میگشت باز 3-4 نفر که میماند استاد درس نمیتونم. میگفتم والا راست پرسان کنین اما مزه ما را از بین بردین. یکی سخنکش است، یکی سخنکش. سخنکشی است که وقتی برش گپ میزنی بسیار دقت گوش میگیره، با بسیار احترام شیشه و هر کلمه را یادداشت میگیره. در کشور عربی وقتی که مسئله بگی یک نفر باز در انگشتای خود حساب میگیره که خب این گپ گفت، این گپ گفت پیش خود، آدم میفهمه که بسیار دقیق امرای ما روان است. اما سخنکش کیست؟ ترنگ موبایلش میایه، باز کپک تو درس تفسیر میدی بازو کپک میبره. یعنی از قرآن کرده موبایل تو بسیار ارزش داره. یا او مثلا درس شروع میکنه باز میکنه کتابه که بسم الله الرحمن الرحیم بگه، وقت کلگی خیستن برآمدن. پس وقتی که دیدی خلاص بانشه صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. بانش باز روز قیامت میفهمه که حق در کجاست و باطل در کجاست. از این خاطر او قرآنی که تو لفظی میخوانی و باز در شله هستی که حتما نقل باشه و شیرنی باشه و الا برای استاد یک 4 متر تکه بگی و الا من دین ادا کردم. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و نه نقل بود، نه چاکلیت بود، نه ای رواج بود که بازور از مردم پیسه بکش بالا سرش استاد شو که چند میتی، و نه ای بود که باز خلطه نقله برش قسمی مثل که برای یک حیوان نقله میپرتی این قسمی برش نقله پرتی. این قسمی نیست. متاسفانه که ما نمیفهمیم و نمیخوایم که بفهمیم. نمیفهمیم و نمیخوایم که بفهمیم. کجا هستی قسمی در دین؟ در دین میگه افلا یتدبرون القرآن، چرا در آیات قرآن تفکر و تدبر نمیکنین؟ ام علی قلوب اقفالها، در دلهایتان قلف است.
چند آیت قرآن در ماه مبارک رمضان درباره‌اش تدبر کردیم. چند سنت پیغمبر در ماه مبارک رمضان یاد گرفتی که تو با تقوا شوی. برعکس یادم نداری و مقاومت بسیار شدید هم در ضد آیت قرآن میکنی، در مقابل حدیث پیغمبر. حداقل اگر نمیخوایی تطبیق بکنی، یک کس دیگه را نگو که این سنت پیغمبر را تطبیق نگو که در روز قیامت خصم تو، دشمن تو، رسول خدا شو بگه که آیا تو نمیفهمیدی؟ خی که نمیفهمیدی چرا این تو جبهه گیری میکردی در مقابل ازی؟ من نمیکنم، اما مانی کس هم نمیشم. وقتی که کسی گفت که اینی قول پیغمبر است، حدیث صحیح است، در صحیح البخاری آمده، پس دیگه چی سند است؟ بعد از قرآن صحیح ترین کتاب در نزد علمای اهل سنت صحیح البخاری است. 14 قرن میگن و من قبول ندارم. یعنی ماه مبارک رمضان که ما را اصلاح نکرد، چی اصلاح بکنن؟ کسایی هستن که حتی در مسائل اخلاقی آبروی مسلمان برش هیچ ارزش نداشتن. والله آبروی شخصی خود مرا ریختانده و حوصله کردیم. آبروی مسلمان، کل مسلم علی مسلم حرام ماله و دمه و عرضه. ای امت اسلام، رسول اسلام میگه که هر مسلمان بالای مسلمان دیگه حرام از خونش، خون مسلمان نریزان، مال مسلمان خون و آبرویش نریزان. و ما حتی علمای خدا، حتی کس میمان خدا، حتی در خانه افغان سابق میگفتن که اگر اوندو در خانه افغان بیایه بازم به خاطر غیرت افغانی خود برش حداقل یک احترام میکنه. نه به عالم خود احترام داریم، نه به داعی خود احترام داریم، نه به مسلمان خود احترام داریم. 43 نفر، 3 نفر ریش سفید اونجا شیشتن عبادت خدا را میکنن. 40 نفر جوان تا به صبح یا الله گفته گریه میکنه و تو خواب هستی. پری روز در مسجد من خودم شاهد بودم. من اینجا درس میتونم حدیث شریفه. بچه‌ها که من اونجا در کنجاکی، بچه‌ها که من انس نام دارم، در خانه دق شده بود، برام زنگ زد گفت پدر بیایم پیشت. گفتم خیر است بیا بچیم. اونجا شیشته بود، شوخ است، طفل است، غیر مکلف است، سرش نماز فرض نیست، روزه سرش فرض نیست، روزه نمیگیره، یگان روزه که چوککی میگیره. اونجا شیشته در اونجا در پشت پرده خب است، طفل است. شوخی کردن، موبایل مرا گرفت، یک کدام دیگه در موبایل موتردوانی است، موتردوانی میکنه. نفر قال مقال کرده، بیابکی کرده، دو زدن ببره از مسجد، معتکفینه. آیه اسلامیت است. خب من مسئول از اینا میبودم، میامد یک دفعه پیش من استاد میشه میفتی استاد شما در اعتکاف فیلم سایر میکنید؟ من گفتم خود طفل است اونجا ساکت. آبروی کل ما را ریختان. آیه قسم مسلمانی هست. امروز شبکه ها اگر شما فکرتان بوده باشه بچه‌ها که من اونجا خواب بود. طفل است نمیتونه تا ما تا 2 بجه شب شیشتیم تا 2 بجه شب بشین. قرار اونجا خواب بود. پرده بلند کردگی بود. همین قسم آدم میکنه. و باز ما میگیم بشناسین شیطان وسوسه میکنه، شیطان غلبه میکنه، شیطان حرکت میکنه. قرآن بخوان. اگر همه خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. پیغمبر میگه آبروی کس را نریزان. و تو در مسجد روزه بدانت به خاطر عبادت آمدی، آبروی 43 نفر میریزانی، جواب الله را چی میتی؟ خیر اسم چیز نمیگی. مرکت سنگ هم اگه بزنی، چون ما در اعتکاف شیشتیم سرمون بترقانی، رسول الله را سرش ترقاندن، چیز نگفتن. خیر اسم چیز نمیگفت. حتی بچه‌ای که بودن اکثرش محصلین پوانتون است. یک دفعه از پاکستان آمدن. اگر پاکستانی بیای پاکستانی 2000 راکت سرت فایر میکنن. غیرت داری در مقابلش سات شوی؟ اگر از امریکا بیای امریکایی قرآنت در داد، غیرت داری که در مقابلش بخیزی؟ کجا هست؟ مسلمان خوده، مسلمان خودته. از پاکستان آمده. ما مردم جمع میکنیم که بیاین و لا اله الا الله و تو دمش میگیری، نمیمانیش، خستیش میسازی از درس دین. جواب الله را چی خواد دادی؟ جواب الله را چی خواد دادی؟ خیر اسم چیز نمیگیم. پیش خود گردن در گردن خود پرتون.
تو تقوایت 100% شد، ایمانت 100% شد، اخلاصت 100% شد، به خاطر الله روزه گرفتی، به خاطر الله نماز خواندی، به خاطر الله تراویح کردی، لکن آیا کافی است؟ المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه مسلمان واقعی کسی است که دیگه مسلمان از شر زبان و شر دستش در امان باشه. آیا از شر زبان تو و شر دست تو مسلمان در امان است؟ اگر هست تقوا حاصل کردی و اگر نیست با این شکل تقوا حاصل نمیشه. پس یکی از راههایی که ما میتونیم در مقابل شیطان مقاومت بکنیم او چی است؟ قرآن عظیم شان است که در آیات قرآن تدبر بکنیم، بر قرآن وقت بتیم. رسول در روز قیامت شکایتش چی هست میفهمین؟ به الله چه قسم شکایت میکنه؟ قوم ما قرآن ترک کردن، مهجورا. ترک قرآن چی قسم است؟ که درس ترجمه قرآن باشه تو نشینی، حدیث پیغمبر بیان شود تو نشینی. مهجور چی معنی؟ یعنی مهجور است. قرآن برای تعالیم مولوی سمیجه حدیث درس میده 16 نفرم تو تیسیس بده. چی معنی؟ تفسیر درس میده کلگی میبرایه. رسول در روز قیامت شکایت میکند قوم ما قرآن مهجور ساختن، متروک ساختن، قرآن برش خوانده میشه گوش نمیگیره. خب وقتی که قرآن خوانده شود، درس داده شود، گفته شود و کس گوش نگیره، خیلی دیگه چه قسم میفهمیم قرآن؟ چه قسم میفهمیم درس عقیده را؟ چه قسم درس حدیثه؟ چه قسم پیام پیغمبره؟ برادرها پیش بشینین، هوا بسیار گرم است، مردم به تکلیف میشن. در پالوایتان لطفاً 4 زانو نشینین، لطفاً 2 زانو بشینین، پالوایتان جایتان خوب برابر بسازین، در پالویتان نفر جای بدین، پیشرویتان او برادر پیشرویتان خالی است، جای خالی نمانین، پیشرویتان بخیزین، پیشرویتان پر کنین. مردم در رفتاو میمانن، روزه دارن، خسته میشن. خب زیاد جای چیز کنین. دومش ذکر دائمی هست که ما وقت میتونیم که از شر دشمن خود که شیطان است خود خلاص بکنیم که زبان ما به ذکر الله جل جلاله تر باشه. و ذکر الله جل جلاله چه قسم تر می باشه؟ ما همیشه یک درس داشتیم تقسیم اوقات 24 ساعته رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بیدار شدن از خواب ذکر داره، برای رفتن به تشناب ذکر داره، برای آغاز وضو ذکر داره، برای ختم وضو ذکر داره، برای خارج شدن از خانه ذکر داره، به داخل شدن در خانه ذکر داره، در راه مسجد ذکر داره، در داخل شدن در مسجد ذکر داره، خارج شدن از مسجد ذکر داره، در داخل مسجد ذکر داره. کلش 24 ساعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تمام نقشه زندگی 24 ساعته مسلمان ترسیم کرده که روزانه چی تقسیم اوقات داشته باشی، شبانه چی تقسیم اوقات داشته باشی، هفته‌وار چی تقسیم اوقات داشته باشی، ماهوار چی تقسیم اوقات داشته باشی و سالانه. پس اگر کسی اینی تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خود تطبیق بکنه ان شاء الله نجات پیدا میکنه و اگر نه شیطان به شکل از اشکال این را گمراه میسازه. سومی چیزی که میتونه که از شر شیطان انسان نگاه بکنه به سلامت القلب من مفسداته التي هي فضول النظر و فضول الكلام و فضول السمع و فضول الصحبت و فضول الاکل و فضول النوم. این چند چیز است. یعنی دیگه چیزی که میتونه انسان از شر شیطان نجات بده سومی عنصر چی است؟ او سلامت قلب است. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم کدام قلب است؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. الله میگه روزی که مالت به دردت نمیخوره و اولادها هم به درد نمیخوره. مال و اولاد کس زینت الحیات الدنیا، زینت و زیبایی زندگی دنیا هست. اما در روز قیامت الله جل جلاله میگه که یوم لا ینفع مال ولا بنون. در روز قیامت مال
به دردت نمیخوره. و بنون و این اولادایی که تو سرش افتخار میکنی و 24 ساعت عمرت برای از اینا صرف کردی، در روز قیامت به درد نمیخوره. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی در او روز نجات پیدا میکنه که دارای قلب سالم باشه. قلب سالمه کدام قلبی هست که از شرک پاک باشه؟ امروز چقدر مردم افغانستان در شرک مبتلا هستن؟ آیا سجده کردن به مخلوق شرک نیست؟ در زیارت ها چقدر به مخلوق به زیارت سجده میکنن؟ چرا نماز خواندن در قبرستان حرام است؟ به خاطر از اینکه سجده به قبر میآید. چقدر مردم در قبرستان مصروف هستن و چقدر علمای سوء پیسه خور، الوا خور، نقل خور، چاکلیت خور است که حق بر مردم نمیگن. چشمشان به جیب مردم است و به خاطر از اینکه جیب خود پر کنه سر دین تجارت میکنه. باش فلانی خفه نشه، بلا ده پسش که به دوزخ رفت. حداقل جیب ما پر باشه و دستای مرا ماچ کنه و مرا قدسیت بده. پس کسایی که به نام مخلوق نظر میکنن شرک است. همین روز ما در صبحی خواندیم آیات قرآن و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن نظر کردن به نام مخلوق شرک است، به خاطر نظر عبادت است و در عبادت قرآن میگه که ایاک نعبدو بگو، خاص عبادت بر تو انجام میده. ایاک نعبدو. چقدر مردم از بنام نظر بیبی نداریم؟ نظر بیبی شرک نیست؟ نظر بهار نداریم؟ سمنک نظر بهار از دخترها گردش قطار است، نمیگه؟ به زبان خود اعتراف نمیکنه؟ شرک شاخ داره یا دم داره؟ الحاق خواندن این از کجا پیدا کردید؟ پیغمبر کدام الحاق خواندن؟ یک وقت من سنم خورد بود که بیادرم و برادرم امام مسجد بود، برام خیر است یگان وقت که من نبودم تو برو نماز بتید. یک روز رفتم دیگر نماز دادم، یک کاکاگک آمد گفت تو بیا بچه‌م الحاق بخوان. من گفتم الحاق؟ هر قدر کتابا را پالیدم در فقه صفحه زدم میرم فهرست است الحاق 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 الحاق. آخر گفتم الحاق شبی الحاق در کجاست؟ بند من انداختی. در کتاب عقیده هلاک نیافتم، در کتاب فقه نیافتم، در فقه حنفی نیافتم، در فقه شافعی نیافتم. گفتم میشه در کدام فقه دیگه باشه؟ حالا هر قدر میبالم هلاک نیست. باز گفتم بیا مشکله کاکا شاله است که بیا دیگه. خب می رفتم هلاک. خب چی کنم هلاک بخورم؟ هلاک بخوام. خب عقاب الوا را آورد، الوا هم سرخ، ما هم دیگه نه تو ریشیم یک خطک برام تو دستایم خال تو رامبو واره نیست، وقت دستایم نازکک بود. برام میگه یک خالگک آمد بخوان الله که. گفتم خب من گفتم خب الله، البته قرآن شریف یا الله میگن. گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. نه گفت شو تو نیمچه الله تو چلی. گفتم خب شیخ الحدیث صاحب خیلی تو بگو ما چلی، تو شیخ الحدیث صاحب تو بگو که چی کنم. گفت کل که تدالوا چخ کو خاله چند گفتیم کلکایم من نازدانه هستم کلکایم در بگیره. گپ نزن صاحب کلک مده الوا چخ. خب چی بخوان؟ بخوان الله حکم التکاثر. آل تا خادم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باز میگه بتخو بسم الله الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر. باور کو یک وقت کلک میگم سرخ کشته الهی. گفتم فارسی گفتم خفه میشه. گفتم اللهم لا الهی خوب دیگه به اخلاص خدایا مردهش نبخشی. الهی در تاترین دوزخ جایش کرد. الهی کل که مرا در دوزخ داخل کرد خودش در دوزخ داخل کرد. حتما دوزخی بود که زن دوزخیش سر ما کار کرد. الهی تباهیش کن، الهی بربادش کن. آمین ولا دو. در کجای قرآن است که تو آمدی سر ما بزرگ؟ اگه نخوانی اجازه بگی نیست. خیلی مولای دیگه مولا نبود و خود تجارت میکرد، بستره را میگرفت، قاب هم میگرفت، چمچه هم میگرفت، کاسه هم میگرفت. حالا من خب میترسم از سردین تجارت نمیکنم. من میگم نیست، تو خودت غریب هستی. خانه از خانه تو که لکستر است و او بستره که من بگیرم حق یتیم است. پدرش مرده، بستره پدر بر یتیم میرسه، تو رو میگیری برای من میتی به نام هلاک. در کدام کتاب است؟ نمیگن. خیلی ما بشینیم نگوییم به خاطر از اینکه ما نمیگیم. بناهن
سلامت قلب از شرک، سلامت قلب از بدعت و سلامت قلب از تعصب و از تکبر. ابو جهل چرا پیغمبر نپذیرفت؟ گفت میفهمم که پیغمبر هستی، به خاطر که بچه کاکای مستی که قبول ندارم. خب گفت ای پیغمبر، ابو جهل گفت ای پیغمبر، گفت دستم اگه گفتی که چیست؟ ابو جهل برش گفت چلنج میتکت پیغمبر عاجز بیچاره، کالای ضعیف، هیچ کس جنجال نمیکرد. گفت که اگر بگویی که در دست من چی هست، باز من میفهم که تو پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش گفت و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از هوا گپ نمیزنه، این هو الا وحی یوحى، بالاش وحی میامد. برش گفت که ابو جهل جان، اگر آنچه که من نمیفهم در دست تو چی است، چون من عالم غیب نیستم، عالم غیب الله هست، من غیب نمیفهمم، اما اگر آنچه که در دستت است او شهادت بده که من پیغمبر هستم، قبول میکنی؟ ابو جهل که واز کرد، جغله ها را دست خود گرفته بود. جغله ها صدا کردن که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. ابو جهل زد در زمین جغله ها. ابو جهل هم رفت، محمد هم رفت، حمزه هم رفت، سلمان فارسی هم رفت. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. مرده او است که بمره و 4 نفر بگه خوب شد که مرد، از غمش بیغم شدی. مولای مسجد بود، مقتدیش مرد، گفت مولای صاحب چه خوب آدم بود. گفت خوب شد که مرد، خدا دا تو که قبر سرچپه پرتش. چرا؟ قرآن میخواند و مخالفت میکرد، اشتکا در مسجد میامد درس خواندن، دنگ 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 دنگ، الان مسجد خراب کرد، الان مسجد اشتکا خراب کرد. بار که مسجد اشتکا خراب کنه دیگه، فرش مسجد برای چی هست؟ گفت نه در درس تفسیر میمان، نه در درس حدیث میمان، نه در مسئله میمان، نه در تطبیق سنت میمان، فقط مثل شیطان در صف مسجد شیشته بود و هر کاری که میکردی مخالفت میکرد. زیاد که چیزی میگفتش بیابی قال مقال، الا ای ملا ماره نمیمانه، الا ای قسم ملا از کجا شدن، الا انگلیس روانش کردن، این خلاص. گفت خوب شد که مرد، خدای پاک هلاکش کنه. ملا اگه دیگه چیز نداره، بدوا خواهیات داره، اگه دیگه چیزی یاد میتونه در مقابل الله استاد شد و بگه یا الله تو خود ذات واحد هستی، یا الله همین قسم که برای بی عزت میسازه بی عزت بسازش، یا الله، یا الله در خانه خدا بیادبی میکنه، در روز قیامت جزایش تو از خانه ت بگی. برادر در مسجد خانه خداست، در خانه خدا مذاق نکو، خنده نکو، فکایی نگو، کسر توهین نکو، هر ولو که کسی خوشت هم نامد در خانه خدا بگو الهی اینی نفر خوشم نمیه به خاطر که در صف خانه تو شیشته به احترام تو دوستش دارم. خیر است. حال در مسجد آمده به احترام خانه الله برش احترام. دشمنت که در مسجد بود به خاطر الله برش احترام که الله از پیشت خوشحال شد. پس الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که بیایه با قلب سالم. قلب سالم کدام قلب است که مثل قلب یهود تعصب نداشته باشه. در قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یهودیا رسول الله صلی الله علیه و سلم را تو میشناختن مثل که اولادهای خدا بشناسن. عالم بودن، دانشمند بودن، اهل کتاب بودن. در کتابایشان نوشته شده بود که پیغمبر در کوهستان تولد میشه و در نخلستان هجرت میکنه. چیریشی قسم است، حرکاتشی قسم است، دعوتشی قسم است. یهود مردم دعوت میکردن که او مردم، ای مردم یثرب، شما بت پرست و جاهل هستین،
شما دین نمیفهمین، ما یهود اهل کتاب هستیم، ما آقا صاحبا هستیم، ما اولادای پیغمبرا هستیم، ما اولادای ابراهیم و اسحاق هستیم، شما بی سواد و درختا چوپان و دیقان هستین نمیفهمین. مردم مدینه شیشه بودن گپایشان هم شنیدن. او مردم، علمای یهود تبلیغ میکردن که آخرین پیغمبرا در حجاز در کتاب ما نوشته شدن، نوشته از فاران. فاران معنای چیه؟ اونا میفهمیدن که فاران نام حجاز است، منطقه جبلی هست، کوهستان است و بالاخره باز هجرت میکنه در منطقه نخلستان که منطقه خرماهاست. مدینه منوره در اونجا خرما زیاد از در مکه مکرمه نیست، اونجا کوها هست. سلمان فارسی از منطقه ما و شما از فارس رفت پیغمبر پیدا کرد. در داستان سلمان فارسی میگه بچگه که خردی بودم، پدرم آتش پرست بود، دمی بین افغانستان و ایران زندگی میکردم. پدرم خان منطقه بود. یک روز مرا روان کرد که بچیم برو. گفت پدرم چون خان منطقه بود، آتش پرست بود، وظیفه ما ای بود که مرا میگفت بچیم پیش می آتش بیشی نمان که گل شوه. خرد بچه بودم، از راه تیر می شدم. پدرم مرا گفت که برو بچیم امروز فلانی دیقان مریض است تو برو که او دیگه دیقانا کار میکنه یا نمیکنه. در راه می رفتم، رسیدم در یک منطقه، دیدم که یک معبد است. در اینجا یک ریش سفید چشته. ریش سفید از خدای یکتا گپ میزد، میگفت آتش خدا نیست، آتش مخلوق از خودش، اگر مخلوق دیگه کتش کمک نکنه نابود میشه. خالق کسی است که مخلوق نگاه کنه. او خالقی را که مخلوق نگاه کنه او خالق نیست، او خودش مخلوق است، عاجز است. پس بت خالق شدن نمیتونه، آتش خالق شدن نمیتونه، سنگ خالق شدن نمیتونه. گفت گپای این شیخ سرم بسیار تاثیر کرد. آمدم بر پدرم گفتم که پدر من میخوایم پیش ازی زاهد برم، از پیش ازی درس دین بگیرم. پدرم نماند. دیگر روز باز رفتم، پدرم گیرم کرد که رفتیم آتش گل شده. ما رفتیم پیش ازی شیخ شیشتیم. پدرم مرا آورد در خانه، در بین زنجیرها بسته کرد. قصه طفولیت و نوجوانی سلمان فارسی است. بالاخره میگه پدرم مرا در زنجیرها بسته کرد که تو از دین ما دور شدی و از آتش پرستی دور میشیم. بالاخره میگه زنجیرها را کندم، آمدم پیش از شیخ گفتم که من چطور میتونم که حق پیدا کنم. گفت مرکز ما در سوریه هست، او شام میگفتن. گفت اونجا برو، اونجا علمای بزرگ اصلا اونجاست. از خانم زمینای پدر ما ترک کردم. Mr. Suhail, you are not the first one who leave father, mother. سلمان فارسی also as you. سلمان فارسی هم مثل سهیل زمینای پدر خدا. یا میگه که من در امریکا 2.5 جریب زمین داشتم ایلا کردم، حالا آمده زندگی فقر در کابل تیر میکنه. سلمان فارسی میگه تمام زمینا را ترک کردم، خانه را ترک کردم، آمدم در یک جای. اونجا که رفتم میگه یک عالم بود. گفتن بسیار خوب عالم است. گفت عالم روز مردم درس دین میداد لکن پیسه دوست بود، جیبای مردم خالی میکرد. یکیش به نام خیرات و دیگهش به نام صدقه و دیگهش به نام خمس و دیگهش به نام چیز، پیسه را در جیب خود میزد. باز من چون شاگردش بودم پس خانگاهش برام معلوم بود. گفت دیدم که آدم صحیح نیست. بالاخره گفت ای مرد. رفتم پیش یک کس دیگه، پیش 3-4 نفر گفت تیر شدم. بالاخره یک کسی برای من گفت، او بسیار عالم بود، با تقوا بود، عالم نصرانی بود، اهل کتاب بود لکن موحد بود. برای من گفت بچه من خب پیر هستم. برایش گفتم استاد بریم یک نصیحت کو. گفت نصیحت می است که ان شاء الله تعالی باز نصیحت برات میکنم. اصل گپ میمونه با قصه سلمان فارسی در وقت دیگه براتون میگم که اصل درس از پیشم نمانه. باز براتون سلمان فارسی رو یک جمعه دیگه باز براتون میگم. به هر صورت قلب سالم قلب سلمان فارسی وارث تا ای که به حق خود رسان. سلمان فارسی که باز قصهش بخوانیم میفهمیم چه قسم. لکن علمای یهود، عالم، دانشمند، خوب کلام،
خوب شخصیت مردم دعوت میکرد به طرف ایمان، لکن مشکلش چی شد؟ علم اگر در دل زند یاری شود، علم اگر در سر زند ماری شود. یا مردم دعوت میکردن که شما پیغمبر آخرین میه، لکن ای علمای یهود متعصب بودن، یا فکر میکردن که پیغمبر آخری که میه از قوم ماست. الله امتحانشان کرد. خوب عالم هستی، خوب مولوی هستی، خوب کتاب میفهمی. وقتی که دید که پیغمبر تولد شد، وقتی که 12 ساله شد، دیگه عالم یهودی بحیرای راهب دید که پیغمبر کت کاکای خود در حرکت است. علامات پیغمبر ما تو نمیفهمیم. ما تو بسیاری وقتا مکروب میخوریم نمیفهمیم که مکروب است. دکتر متخصص میفهمه که این مرض است. انما یخشى الله من عباده العلماء. این بحیرای راهب علامات نبوت در چهره، در کاروان رسول الله مشاهده کرد. وقتی که خواست اینا را دعوت کرد، دید که باز هم ابری که در آسمان استاده است پیغمبر نمیمونه که در رویش آفتاب بخورن، و درختها و بتهایی که رویشان به طرف پیغمبر هستند پیغمبر مشاهده میکنن. دید کل کاروان به طرف ما آمد، درختها رویش انوز هم به طرف کاروان است، ابر انوز هم در اونجا هست. برش گفت یا ابا طالب، گفت بله. گفت آیا در کاروانت کسی مانده؟ گفت کسی نمانده. گفت نه کسی مانده. گفت یک طفلک خرد است مانده، 12 ساله، بیادر زاده ایم است، محمد نام داره، یتیم است، میخوایم که کار تجارت برش نشان بدم. بحیرا گفت هیچ کسی را در خیمه نمان. در اونجا گفت 2 تا غلامای ما هم مانده. گفت اونا را هم میمان کو بیاین. وقتی که محمد حرکت کرد ابر هم حرکت کرد. وقتی محمد به طرف بحیرا آمد درختها هم به طرف بحیرا آمد. وقتی محمد آمد سبزه ها هم روی خود به طرف بحیرا دور داد. بحیرا گفت ابا طالب، محمد آخرین پیغمبر است، رسول الله است. نمان که علمای سو، علمای وطن فروش، علمای دین فروش، علمای پیسه خور میکشش، پیغمبر میکشه. علم اگر در دل زند یاری شود، علم اگر در سر زند ماری شود. بلال پیغمبر میپذیره. بلال از فراق محمد گریه میکنه. بلال جرأت نمیکنه که پیغمبر مرد آذان بده. محبت بلال در قلب بلال حبشی غیر عربی سیاه پوست بی سواد پیدا میشه. خوشا به حال باز بی سواده که محمد دوست داره، بدا به حال مولوی که به خاطر پیسه دین محمد لیلا میکنه و نمیمانه که مردم رای حق تطبیق بکنه. علمای یهود بحیرا میگه که ابا طالب، تو علمای یهود نمیشناسی، علمای پیسه پرست نمیشناسی. ما میشناسم، ما اونا را ترک کرد آمدیم در اینجا. اونا محمد میکشن، اونا دانسته محمد میکشن. نه بر محمد به امرایت که اگر چیرش دیدن میکشنش. علمای سو هستن، دین به خاطر دنیا فروخته. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. شدت عذاب است بر او علمایی که نوشته میکنن کتاب به دست خود، ثم یقولون هذا من عند الله، میگه ای حکم الله هست. امروز هم از علمایی که نوشته میکنه که بله پیمان با امریکا را الله تایید میکنه. الله میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. مؤمنا
کافرها را دوستتان نگیرین. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تا وقتی که پیروی از دین یهود و نصارا نکنی و از تو راضی نمیشه. تا وقتی که قرآن سوختاندن امریکایی را تایید نکنی از پیشت راضی نمیشه. تا وقت کسایی که به خاطر سوختاندن قرآن مظاهره کنه تا که سر از او فیر نکنی نکشیشان امریکا از تو راضی نمیشه. تا او وقت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نه بر پیغمبر در شام، پس بگردانش. روزی که پیغمبر سرش وحی میه، پیغمبر نمیفهمه که من پیغمبر هستم. بعضی کسا سر پیغمبر هم دروغ تهمت میکنه، میگه از طفولیت میفهمید من پیغمبر هستم. خیلی که از طفولیت میفهمید من پیغمبر هستم 40 سال چرا دعوت نمیکرد؟ خاموش چرا بود؟ خانمش بیبی خدیجه الکبری، بیبی خدیجه الکبری سلام الله علیه، سلام الله علیها، وقتی میبینه که محمد لرزان میایه، لرزیده، خسته هست، جبریل امین در آغوش گرفتش، فشار دادش، لرزیده به خانه میو برش میگه یا محمد تو قلب مهربان داری، الله تو را ذلیل نمیکنه. یا محمد تو صله رحم داری، سیکل زن مسلمانه، تو صله رحم داری، الله تو را ذلیل نمیکنه. محمد یا محمد تو سر یتیم دلسوز هستی، تو مثل امت تواری نیستی که در شوید 20 قسم لباس بر اولادای خود بخره و یتیما را فراموش کنه. کسی که در یتیما را فراموش میکنه رئیس یتیما رسول الله بود، او را فراموش کرده چون محمد یتیم بود. چرا دلت به یتیم نمیسوزه؟ یا محمد، یا محمد تو صله رحم داری، یا محمد تو صله رحم داری، تو شفقت داری، تو محبت با مردم داری. باز بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها میایه و رضی الله عنها میایه پیش ورقه بن نوفل. او هم یک عالم واقعی است. وقتی قصه را میکنه برش میگه که ای محمد آنچه که بالای تو واقع شده وحی الهی است، تو آخری پیغمبرها هستی. ای کاش روزی که مردم تو را از قریت بکشن، ای کاش روزی که قومت تو را بکشن و تو تنها در غار باشی، من زنده باشم مریش سفید هستم که خدمتگار تو میبودم مثل ابوبکر صدیق. پیغمبر میگه آیا مرا قومم میکشن؟ میگه بله. هر کسی که دعوت به دین بکنه او را مردم میکشه، او را مردم از قریه میکشه، از مسجد میکشه، لطش میکنه، سرش خون میکنه. پیام از بر دعوتگرای واقعی اسلام که خیر است اگه کس داشت نام داده ده، خیر است اگه کس توهین که آبروی تو از آبروی رسول الله زیاد نیست که ریختانده شد. آبروی تو ریختانده شده. هر دعوتگر اسلام آبرویش میریزه. به خاطر چی؟ به خاطر که الله را و قانون الله را تطبیق میکنه. چقدر علمای واقعی امروز در جیل در زندان هستند، چقدر علمای واقعی اسلام که گپ حق میزنن در پل چرخی هستند، در گوانتانامو هستند، کلش تروریست است. عالم دین تروریست است. یک تروریست میخیزه عالم اسلام به خاطر خواندن یک آیت قرآن، به خاطر دفاع از قرآن
چقدرشان در زندان هستن، طفلایشان نان ندارن، او ندارن، زندگی میکنن. ورقه ابن نوفل میگه بله محمد تو را میکشن از قرید، تو را میکشن از قرید. کاش من زنده باشم که من از تو دفاع میکردم. پس علمای یهود میفهمیدن که محمد پیغمبر است. وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کرد، علمای یهود دیدن اما بی سوادای یثرب که از تبلیغ از این علما پیغمبر شناخته بودن، با عشق محبت می گفتن که طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینه مرحبا یا خیر داع. طفلکای مدینه منوره با رسول خدا محبت داشتن. طلع البدر علینا، مهتاب بالای ما طلوع کرد من ثنیات الوداع، از بین دو سنگ او کوی وداع. وجب الشکر علینا، طفلکای خردسال و آدمای بی سواد میگفتن وجب الشکر علینا، شکر خدا بالای ما واجب شد که رسول خدا پیش ما میآید. جئت شرفت المدینه، آمدی رسول الله به مدینه، مدینه را مشرف ساختی، عزتمند ساختی. مرحبا، خوش آمدی یا خیر دا. در وقتی که مردم یثرب بی سواد رسول استقبال می کردن، علمای وطن فروش دین فروش یهود در خانه جمع شده بودند و به ضد رسول الله جلسه می کردن و می گفتن که ما خود فکر می کردیم که پیغمبر از قصر ما و خانواده ماست، حالی که پیغمبر عرب شد ما خود قوم پرست هستیم، ما پیغمبر قبول نداریم. کافر شدن، کافر شدن، پیغمبر رد کردن، پیغمبر رد کردن و تعصب یهود مانع چی شد؟ مانع پذیرفتن حق شد. متعصب قرآن قبول نمیکنه، امیال هم ما داریم. متعصب حدیث رسول الله را قبول نمیکنه. اگر قبول میکرد میاد پیش عالم میشیش که مولوی صاحب آیا اینی حدیث هست؟ آیا گفتن آمین بالجهر در حدیث پیغمبر آمده هست؟ عالم برش میگفت بله آمده است. ما خو انکار کردن نمیتونیم انکار کنیم، خب باز دو پیغمبر دشمن خود ساختیم. خیلی چرا حنفی ها نمیکنن؟ علما اجتهاد کردن، شافعی ها آمین بالجهر میگن، مالکی ها آمین بالجهر میگن، حنبلی ها آمین بالجهر میگن، یک حنفی ها نمیگن. یک اجتهاد هست در مکه مکرمه مدینه منوره، هم کسایی هستن که آمین بالجهر میگن و هم کسایی هستن که آمین بالجهر نمیگن. میمانه که او با اجتهاد خود، ای با اجتهاد خود. هر کسی که سند قوی پیشش ثابت شده و محبت با رسول داره، مطابق محبت خود سنت پیغمبر را تطبیق میکنه. نه تو غلط هستی نه او غلط است. کون باشین عباد الله اخوانا. اما متعصب میگه اگر کس آمین بالجهر گفت کت بوکس در دندانش میزنم. اگر در روز که پیغمبر از دانش میشنیدی، اگر پیغمبر خدا گفتم ای بود و تو می بودی، حتما در دان پیغمبر خدا کت بوکس میزدی، مثل ابو جهل. اگر اخلاص میداشتی. عبدالله ابن سلام هم عالم بود، دید که یهودیا جلسه کردن ضد پیغمبر برنامه ساختن. آمد گفت یا رسول الله
من عالم یهود هستم، متعصب نیستم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر از اینکه دشمنی یهود با حق ثابت کنه گفت آل تو چوب باش چیز نگو. یهودیا را خواست، یهودیا را گفت درباره ما چی نظر دارین؟ گفت ما تو پیغمبر خدا نیستی. گفت اگر عالمتان، اول گفت که عبدالله ابن سلام چه قسم شخص است؟ گفت عالم ماست. نسبش چطور است؟ گفت اولاد علما و دانشمندا هست. علمش چطور است؟ گفت عالم ترین ما هست. گفت اگر عبدالله سلام چیز حق بگوید قبول میکنین؟ گفت طبعا، عالم است، دانشمند است، با نسب است. گفت عبدالله ابن سلام برای قومت چی گفتنی داری؟ عبدالله ابن سلام برآمد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. قوم متعصبش گفت که این دروغگوی است، این جادوگر است، این جاهل است، این فریبکار است، این عالم ما نیست. به خاطر که متعصب تا وقت عالم خود قبول داره که در بیدینیش همراهش باشه. وقتی که عبدالله ابن سلام گفت که محمد رسول خداست، عبدالله ابن سلام دشنام دادن. پس دوستای رسول الله، شما را که محبت رسول الله در اینجا جمع کرده، با قلب سلیم میتونین که با دشمن مبارزه بکنین. الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق نصیب بکنه که قلب خود سالم بسازیم. الهی قلب ما را از تعصب پاک بگردان. الهی قلب ما را از تکبر پاک بگردان. الهی در قلب ما محبت خودت جا بده. الهی پروردگارا در قلب ما محبت رسولت جای بده. الهی در قلب ما محبت صحابه کرام جای بده. الهی در قلب ما محبت علما را جای بده. الهی در قلب ما محبت اولیاء الله را جای بده. الهی در قلب ما محبت قرآن جای بده. الهی در قلب ما محبت رمضان جای بده که با رفتن رمضان قلب ما نرم شو و جگر خون شویم که الهی مهمان گران قدرت میره تا به سال ما باشیم یا نباشیم. الهی میمانت از ما خفه نگردانی. الهی شفاعت رمضان نصیب ما بگردانی. الهی شفاعت قرآن نصیب ما بگردانی. الهی شفاعت پیغمبرت نصیب ما بگردانی. الهی محبت پیغمبرت در قلب ما به جابتی پروردگارا. الهی دشمنای اسلام تباه کنی پروردگارا. الهی دشمنای اسلام اخذ عزیز مقتدر اخذ کنی، گرفتن کنی، مثل که فرعون و هامان و شداد و نمراد کردی. الهی اگر ما عاجز هستیم، دشمنای نمیتانیم در بر ما سرکوب کنیم. دشمنای اسلام از عمل کرده بر ما یا در سوختاندن مسلمان خوشحال هستند. الهی بر ما را بر کافرای بر ما آتش بگردان یا رب العالمین. یا رب، یا ذا الجلال والاکرام، یا رب العالمین، یا رحمان الرحیم. الهی ماه مبارک رمضان از ما نازرده نگردانی یا رب. الهی ما نتانستیم حق رمضان ادا بکنیم، نتانستیم حق قرآن ادا بکنیم، نتانستیم حق رسول ادا بکنیم. الهی عبادت ناقص ما را کامل بپذیر یا رب العالمین. الهی به قطرات اشک جوانا و موسفیدا نظر کو یا رب العالمین. الهی همه به دربار تو رجوع کردن، بجز تو کسی دیگری نداریم. درگاهی جز درگاهی تو نیست. در فرما که این میهن چی میخواهد، زی فکری تو چی میجوید، زی طبعی من چی میخواهد. برادر یک نظر فرما که این میهن چی میخواهد،
زی فکری تو چی می جوید، زی طبعی من چی می خواهد. در این کشور به فردایی من و تو جان می بینم، نگاه کن عزیزی من، زی ما دشمن چی می خواهد. در این کشور به فردایی من و تو جان می بینم، نگاه کن عزیزی من، زی ما دشمن چی می خواهد. برادر یک نظر فرما که این میهن چی می خواهد، زی فکری تو چی می جوید، زی طبعی من چی می خواهد. برادر یک نظر فرما که این میهن چی می خواهد، زی فکری تو چی می جوید، زی طبعی من چی می خواهد. میانی مشت دیناره مجورم زی سعادت را، گرش ارجه بود دشمن زی بخشیدن چی می خواهد. میانی مشت دیناره مجورم زی سعادت را، گرش ارجه بود دشمن زی بخشیدن چی می خواهد. برادر یک نظر فرما که این میهن چی می خواهد، فکری تو چی می